سلام بچه، امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. امروز اومدیم که چند تا یوتیوبر رو رتبه بندی بکنیم. قبل از هر چیزی لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره تا اولین نفری باشید که بتونید این ویدیو رو ببینید. نفر اولی که داریم آقای رسول دیوایسه. رسول دیوایس من قبلا دوستش داشتم و جدیدا ازش خیلی بدم میاد، ازش متنفر شدم، یعنی نمیدونم ازش بدم میاد. ما اینجا 5 تا رتبه بندی داریم. رسول دیوایس رو هرچه عدد بیشتر باشه به بدتر. رسول دیوایس رو من میذارم تو رتبه 4. من توی رتبه 4 رسول دیوایس رو میذارم و یه دونه مونده به آخر. 5 تا دیگه. نفر بعدیمون بریم ببینیم کیه. رسول کرفت محتوات خوبی میذاره، اما ماینکرافت مزدور خوبه. من رتبه 3 رو 3 تا 5 میدم. واقعا خوب. من یه زمان خیلی ویدیوهاشو خودم میدیدم، اون موقعی که ماینکرافت بازی میکردم. میا از نظر رسول دیوایس کرف مفت و اضافی میزنه، میگه میا به درد نمیخوره. میا خیلی خوبه، رتبه 1 رو به میا میدم. کوروش 100% 1. خیلی دوستش دارم، واقعا دوست دارم کوروشو. ایمان آباد دیگه. ایمان آباد هم خیلی خوبه، رتبه 1. این گروهشون کلا اصلا یه چیز دیگه. خب من اینا رو خیلی دوست دارم، این ستاره بهترین یوتیوبرها و یکی از این الگوها من تو یوتیوب. نفر بعدی خود پیج کومان خیلی خوبه، 1. بعدش آخر سر بهتون نشون میدم که چی میشه. بعد از کومان پوتکه. یه واسه آقا رسول دیوایس خدایی به نظرتون حرف مفت نمیزنه؟ از رسول دیوایس واقعا حالم به هم میخوره. همه رو مسخره میکنه. تو ویدیو جدیدش میگفتش که بریم به باباش میگه که برو به مردم غذا بده. میره غذا میده، بریم بقیه رو مسخره بکنی. منم دارم الان مسخرش میکنم چون که ازش بدم میاد. الان میاد فردا منو دیس میکنه. گم شو برو رسول دیوایس، ازت حالم به هم میخوره. پوتک 5. برو بابا، ازش حالم به هم میخوره. خیلی ها دوستش دارم ولی من ازش حالم به هم میخوره. نفر بعدی مدیل. این اصلا ولش کن. 5 دیگه، خدایی 5. خب چیه مدیل؟ نفر بعدی میکی کلافه، عالیه. میکی خیلی خوبه، میکی کلافه خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم. نفر بعدی یعنی نفر آخر، نه یکی مونده به آخر، عمو تئوری. ویدیوهاش من خیلی دوست دارم ولی از بهش 2 میدم و واقعا یوتیوبر خوبیه. 2 بهش میدم. اما خیلی هم دوستش دارم عمو تئوری رو ولی معذرت میخوام به 2 دادم. نفر بعدی مسی. آقا مسی فنا کامنت بذارن، رونالدو فنا سابسکرایب و لایک رو بزنن ببینیم کدومشون بیشتره. من خودم هر دوتاشون دوست دارم ولی رونالدو میگم بهتره. اگه دیده باشی من عکس بی ام بس فعلا 2-3 تا ویدیو بی ام بم گذاشتم
و بچه من همه اینا رو نصفشون رو خودم میزدم. قبلا تو گوگل اینا رو من گذاشته بودم و گوگل دوباره اومدم خودم رو وردم و دوباره دارم توی خود یوتیوب میذارم. لطفا ویدیوهامون رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. نفر بعدی مسی رو من بهش 1 میدم، نه 2. رونالدو 1. یوتیوبرن دیگه، واقعا یوتیوبر. مستر بیست 1. بعدی مستر بانک 2. نفر بعدی اسپید. آقا اسپید یه چیزی خیلی آدم عجیبیه، بهش 4 بدم. میدونم فن رونالدو و خیلی عجیب و غریبه، بهش خدایی باید 4 بدم. واقعا ازش خوشم نمیاد. و بخشید که من گفتم عمود تئوری یکی مونده به آخره، ندیدم تو دفتر دارم می نویسم، بعضی هاشون پشتن. نفر بعدیمون کیه؟ نفر بعدی آقای دانیال هم خدای خوبه. اینجا بد نوشتم، یه خورده خیلی بد نوشتم. دانیال خوبه، 3 بهش میدم. و این لیست تموم شد که بریم بخونیم. نفرای 5 مدگل و پوتکن، واقعا به درد نمیخورن. نفرایی که 4 شدن اسپید و رسول دیوایسن. نفرای 3 دانیال و رسول کرفته. نفرای 2 مستر بانک و لیونل مسیه و عمو تئوری. و اونایی که یکو خیلی زیادن. مستر بیست خدای خیلی دوستش داره، هر کی مستر بیست دوست داره یه لایک و سابسکرایب بزن. رونالدو واقعا خیلی فوتبالیست خوبیه. رونالدینیو، مسی هم واقعا. میکی کلافه، میکی کلافه اصلا عشقه، چی بگم. و کومان که اصلا ویدیوهاشو هر جمعه نبینی نصف دنیا تو هدر دادی. واسه هر ویدیوشو که نبینی یه 100 سال تو هدر دادی. مثلا من خودم یه دوست دارم از بیشتر تازه از ایمان، خیلی بدش میاد، میگه اصلا کومانو چند تا ویدیو دیده دیگه نمیبینه، میگه خیلی ازش بدم میاد. و نفر دوباره اول ایمان. واقعا متاسفم برات که میگی از ایمان بده میاد. من موز دوست دارم. ایمان خیلی خوبه، مخصوصا اون آخر ویدیو کوروش میگه خوشحالم که چیز جدیدی یاد گرفتید و ایمان میاد میگه چی مثلا. واقعا ما خیلی با صدای بسیار قشنگی داره. و نفر بعدی هم کوروش که اصلا یه چیز دیگه است، با خاله اینجاش. نفر بعدی هم میام واقعا یوتیوبر خوبیه. توی اینا به در نخورترین نفر اول میان و به در نخورترین نفر 5 پوتک. من میگم مدگل ادای خورده بهتره. نه مدگل واقعا پوتکم بهتره. تو 4 رسول دیوایس بهتره یا اسپید؟ رسول دیوایس من میگم بهتره. تو 3 رسول کرفت یا دانیال بهتره. تو
تو دوما مستر بانک و مسی و عمو تئوری. مسی بهتره. خیلی مستر بانک هم یوتیوبر ایرانیه ها، خیلی دوستش دارم. بخشی تو گلوم یه چیزی به مستر بانک و مسی و عمو تئوری واقعا خیلی خوبن. ولی مسی و عمو تئوری، مسی و عمو تئوری. آقای فیلم بردار، یکیشو مسی کن یکیشو چیز باشه. خب مثلا این مسی شد، میگیم مسی بهتره. حالا و بعد از مسی هم عمو تئوری بهتره. تو نفر اول خیلی سخت، کومان یا ایمان یا کوروش یا میا یا رونالدو یا میکی کلافه یا مستر بیس، ولی کومان نفر اول لیست کومان شد. بهترین یوتیوبر کومانه. آها راستی خودم هم هستم. خودم فعلا به جایی نرسیدم، قراره به جاهای زیادی برسم، ولی فعلا به خودم 4 میدم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیوی دیگه. یه انگوش میذارم ویدیو تموم میشه.